بارها گفتم بازم تاکید میکنم هیچ آزمایش پزشکی نمیتونه بهت بگه مزاجت سرده یا نه. اما بدن همیشه یه جورایی آدمو آگاه میکنه. بیاین همین الان نشونه هاشو با همدیگه مرور کنیم. اگه از این علامت ها 3 تا یا بیشتر توی خودت پیدا کردی، یعنی بدنت داره با صدای بلند اعلام میکنه که به سمت سردی داره میره. انرژیت بدون دلیل کم میشه و بی‌حوصله. پشت حلق همیشه احساس وجود خلط داری. گلودردهای ریز ولی تکراری و اذیتت میکنه. شبها موقع خواب آب دهنت روی بالش میریزه. هوس خوردن شیرینی ازت جدا نمیشه. همیشه یه لایه سرمای ناخوشایند احساس میکنی. مفاصل یا عضلاتت گهگاهی درد میگیرن. معدت رفلاکس میده یا سنگینی میکنه. یبوست داری یا بوی ادرارت غیر طبیعیه. اینها همشون نشونه‌هایی هستن که داره اعلام میکنه بدن سرده و داره بهت میگه تعادلم به هم خورده، کمکم کن. خیلی ها فکر میکنن برای رفع سردی فقط باید برن سراغ چیزهایی که گرمیه، اما این کار میتونه شرایط کبد و سنگین‌تر کنه و اصلا ریشه مشکل حل نمیشه. اگه راهکار بهبود قطعیشو میخوای، کلمه سردی رو همین زیر بر من کامنت کن، پیجم من فالو داشته باش که پیامم به دستت برسه.